تو چرا داری نینتندو بازی میکنی سفید پوشیدی؟ چی باید بپوشم؟ عزیزم قربونت بشم چرا داری اینو تمیز میکنی دستمالت صورتی آخه؟ چه ربطی داره دستمال دیگه؟ آخه آدم سوار بابا ول کن هر بار میای میگی این رنگو بپوش اون رنگو بپوش. چی بپوشم من؟ روانی میکنه چرا حساس شدی تو چند روزه؟ آقا من رو رنگا نمیدونم چرا زوم کردم انقدر. خب چرا اینجوری شده؟ آقا نمیشه رنگ غذای تو رو من انتخاب بکنم. خب منم رنگ غذای تو رو انتخاب میکنم. مشکلی نداره. امروز منو سوی قرار رنگای همدیگر کنترل کنیم. یعنی چی؟ رنگ این کمونی که اینجا میبینید 7 تا رنگ داره و اینم چالشایی که ما باید تو کل روز انجام بدیم. که قبل از شروع اون فعالیت من رنگ سویل واسه اون فعالیت انتخاب میکنم و سویل رنگ منو واسه اون فعالیت انتخاب میکنه. مثلا من به سویل میگم واسه غذا خوردن باید سبز بخوری. آقا الان آیتم اولمون لباسه. تو دوست داری من چه رنگی بپوشم؟ ببین الان حالا من خوبه. من حالا خوبه. ببین نگاه تو بوله آرمی. خب من بچه‌ها قلب آبی همین الانم دارن کامنت میذارن. چون رنگ آبی دوست داری؟ بوله آرمی. چشات آبیه. برات آبی انتخاب نمی‌کنم بیا. برات بنفش انتخاب می‌کنم. چون اینو مال کیه؟ گنگ با قلب بنفشی کامنت ها. باشه. بوله آرمی با قلب آبی تو کامنت ها منم واسه تو آبی رو انتخاب میکنم. امروز تو بوله آرمی میشی. منم اینو مالکیه گنگ. آقا اینقدر لجباز نباشی. لجباز نیستم. همین الان پاتو ببوسم. آقا من همونجا که بزرگ زده تخفیف افتتاحیه همونجا که حراج 50% 595 میده 395. یه برو داخل. آقا تو این تیشرت آبی میخوای من واسط میخرم. این سایز صافم رفتی سمت همون آبی پررنگه. آبی پررنگ من به شما گفتم چه رنگ؟ آبی. بلو آرمی قلب آقا آبی یه سوال رنگیه. این آبی نیست الان؟ نه من بذار بیام کمکت. نمیخوام بیای کمکم. نمیخوام بیای. بیا لخ شو. آقا نگو چرا؟ درا سهیل همون رفتی مگه؟ سهیل آقا اومدم. دستم به چی خورد؟ دستش کن. آقا این آقا تنگه. چقدر حاجی 3x گرفتم برات میگی تنگه؟ آقا این آفرین میگم. آقا میشه اینو برای من بگی؟ حالا جدا ویدیو. یه روز دیگه همینجا بگیرم تیشرت تو رو؟ بنفش آقا بنفش یاری؟ آقا این دلسه کافا دولچه میدونم بابا دارم بگو یه بار دیگه پس بگو. دولچه گابانا. این دوتا بی وقت میذاره همون چیز تشدید داره. تشدید داره. شما اینو حساب کن بیا بیرون. شما هم برام شما گفتی 990 بود قیمتش. چیکار کنم؟ گفتم فقط بدونی حراج نبود. به من چه؟ این خیلی خوشیه. همین الان به رنگ تو